لیلی مقصودова سردار شعبه رابطه‌های بین المللی و اطلاع رسانی اگنتی دولتی تاجیکستان از بیماری کرونا ویروس جان باخته است. یکی از نزدیکان مرحوم به خبرگزاری سپوتنیک گفت که او یک هفته پیش در شفاخانه بیماری‌های سرایتی در محله زرافشان شهر دوشنبه بستری شده بود. دکتران گفتند که او به ویروس کرونا پیچیده است، اما تلاش‌های آنها برای شفا یافتن او نتیجه ندادند. اظهار داشت منبع. رسما این اطلاع را مقامات وزارت تندرستی تا حال تصدیق یا رد نکردند. لیلی مقصودова را در زادگاهش شهر لیوکند ولایت ختلان به خاک سپاریدند. در یک هفته اخیر الکی مرگ دست کم 6 شخصیت معروف از کرونا ویروس و یا با گمان گرفتاری به این ویروس مرگاور رسانه‌ای شده است. قربانعلی عبدالرحیم زاده معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان، دامولا عبدالرحمان باقی‌زاده از دهه گلپرور نویه رودکی، پروفسور نگینا شاروپova سابق معاون سروزیر تاجیکستان، نرگس حکیمova طبیب، راحت همسر شاعر خلقی تاجیکستان سعید علی مأمور، لیلی مقصودova سردار شعبه روابط بین المللی تاجیکستان وزارت تندرستی بعد قریب 6 ماه با اصرار رد کردن حالتهای نو کرونا ویروس در تاجیکستان روز 21 میلیون بالاخره موج نو این بیماری را در کشور تصدیق کرد و در 5 روز اخیر درباره بیش از 100 مورد نو سرایت به کرونا ویروس خبر داد. ولی این وزارت از اول سال 2021 تا حال درباره یگان مورد هلاکت ساکنان از این ویروس خبر نداده است. این در حالی است که ساکنان درباره مرگ مرموز ده‌ها نفر در یک ماه اخیر با علامت‌های بیماری مانند به کرونا ویروس خبر می‌دهند. لیلی مقصودova 12 ایون سال 1986 در شهر سربند ولایت ختلان به دنیا آمده مکتب میانه را در زادگاهش و سپس شعبه زبان فارسی فاکولته شرقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. پس از ختم دانشگاه در سال 2008 او برای تکمیل دانش زبان انگلیسیش به امریکا رفته 2 سال آنجا ماند. پس از بازگشت به وطن در ریاست روابط بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان به کار درآمد. یک مدت در برق تاجیک و از سال 2018 در اگنتی تاجیک استاندارد در وظیفه سردار شعبه رابطه‌های بین المللی و اطلاع رسانی کار کرد. لیلی مقصودova عائله‌دار و صاحب یک دختر 5 ساله بود.